پیغمبر خدا گفتن روز قیامت خداوند با 4 نفر 4 گروه را متهم می سازد. 4 نفر 4 شخصیتی و 4 پیغمبر 4 گروه را خداوند متهم می سازد، زبان کوتاه می گرداند. علی الاغنیاء بسلیمان علیه السلام، بایها را راست می کند. بایهایی که در دنیا نماز نخواندند و دولت و سولتشان سبب شد و اونها را نگذاشت که اونها نماز خدا را بخوانند، اینها را راست میکرد. از خداوند میپرسید است چرا نماز نخواندی؟ این شخصی با دولتی که بی نماز از دنیا گذشته است میگفت است چی میگفت است؟ میگفت است پروردگارا ملکی زیاد داشتم، دولتی زیاد داشتم، بی نهایت دولتم هیچ حد و کنار نداشت، از این خاطر به حسابی امونها وابسته بودم، با دوادوی امونها وابسته بودم، نماز نخواندم. پروردگار حضرت سلیمان میخیزاند، میگوید ای شخصیت، ای کور، ای ابله، تو مثل حضرت سلیمان مال داشتی؟ حضرت سلیمان چنان مالی داشت که اگر تمام طبقه های همین زمین اگر میخرید تا حال پول او رسنده بود، لیکن بازم این در ذکر خدا بود، در یاد خدا بود. این آدمی با دولت چی میشد؟ متهم میشد است، زبان کوتاه میشد است. و علی العبید یوسف علیه السلام، بنده ها، کسانی که خدمتگار آدم های با دولت هستند، غلام ها خیزانده می شوند. چرا نماز نخواندی؟ میگوید از پروردگار من غلام بودم، من به خودم سرور مولا داشتم، من وقتی نیافتم که عبادت کنم. حضرت یوسف پروردگار نزد این غلام حاضر میکند، میگوید یوسف هم غلام بود، در دست عبدالعزیز، در دست زلیخا این غلام بود، لیکن عبادت خدا را ترک نمی کرد. این بانه شما برای شما دستگیر نمی شود. و علی المرضى به ایوب علیه السلام، آدمانی که در حالت بیماری نماز نمی خوانند بی نهایت زیاد است. اینها را وقتی خداوند زنده می گرداند و می پرسد چرا نماز نخواندی؟ میگوید پروردگار من بیمار بودم، من بیمار بودم، من نتوانستم از جای خود خیستن نمیتوانستم، پام کار نمیکرد، دستم کار نمیکرد، بدنم شق شده بود، فلج بودم، از این خاطر من نماز خواندن نتوانستم. پروردگار حضرت ایوب میارد، میگوید ایوب بیمار بود. راویای کتاب میگویند حضرت ایوب 18 سال بالای ریگ خواب بود، 18 سال بیمار بودن، از جای خود خیستن نمیتوانستند. لیکن بازم این دعا میکردم پروردگار را تمام بدن من اگر درمند باشد من راضی هستم بجز زبان من. خدایا زبان مرا بسته نگردان تا که در یاد تو باشم. 18 سال بار عائلش گفتی ایوب، گفت تو پیغمبر خدا هستی، دعای تر خدا میشنود، دعا نمیکنی که خدا به تو شفا دهد. حضرت ایوب گفتن ای زنه، گفتن چند سال راحت دیدم؟ گفتن 80 سال بالای راحت بودی. سال شد. گفت به خدا قسم، گفت من از پروردگار خود شعر می‌دارم طلب شفا کنم تا زمانی که اگر 90 سال بیمار نشوم، تا اگر 80 سال بیمار به سوی خدا نشوم که راحتم و بیماریم برابر نشود، من از خداوند شعر می‌دارم طلب شفا کنم. خداوند مریضها را میگوید شما مثل ایوب بیمار بودید. امروز